برو جان خود را فدای مادر خود کن، جان خود را فدای پدر کن و بالآخره دست اونها را صبح و شام ببوس که اونها دو باب از بابهای بهشت هستند، دو دروازه از دروازه های بهشت هستند. یکی از بزرگواران پدرش وقتی که فوت کرده بود، مادرش فوت کرده بود، زیاد گریه میکرد، بی‌طاقتی میکرد. کسی آمد برایش گفت که شما با عالم هستید، شما چرا بی‌طاقتی میکنید؟ چرا اینقدر گریه میکنید؟ چرا اینقدر بی صبری میکنید؟ گفت من چگونه بی صبری نکنم که دروازه از دروازه های بهشت به روی من مسدود شده؟ چگونه من بی‌طاقتی نکنم؟ به اینه که بناهن بریم بالاخره از جمله عاقلان و فرزانگان عالم کسانی هستند که صله ارحام را به جا میکنن، خصوصا به بالاخص پدر و مادر.